سلام. فکر کنم فرزانه جان بودن همیشه ضبط میکردن که الان توی گروه اعلام کردن گفتن که استاد شما ممکنه خودتون ضبط رو بزنید و جلسه رو ریکورد کنید. اگر که شما نمیتونید من مریم میتونم زدش. ریکورد کنم. ریکورد میشه. آره. متشکرم. من زدم. حالا من نمیدونم چجوری بعدش باید چی کار کنیم که رکورد سیو بشه. خب سلام بچه‌ها، امیدوارم خوب باشید. من خیلی در مورد این فکر کردم که توی عید ما جلسه داشته باشیم یا نداشته باشیم. بعد دیدم که واقعا 4-5 هفته اگه بخوایم عید رو تعطیل کنیم 4-5 هفته نیستیم و هم فاصله میفته بینش، یه خورده شلوول میشیم. همین که شاید مثلا یه ذره مفاهیم و اینا یادمون بره. بعد به این جمع‌بندی رسیدم که حالا ویدیو ضبط میشه، جلسه که 2 ساعت، هر کی تونست میاد، هر کی نتونست ویدیو رو سر زمانی که وقت داره نگاه میکنه و حالا تمرین رو هم انجام میده. این از این. بعد خدمت شما عرض کنم که در مورد تمرین ها ببینید، مثلا اینجا با اشتیاق خودتون اومدید، من با اشتیاق خودم اومدم و حالا از اونورم بچه‌ها خب یه سری اولویت‌ها دارن، سرشون شلوغه، اینکه چقدر بتونن وقت بذارن برای این کلاس و اینا باز بستگی به زندگی شخصی خودتون داره. ولی و از یه سمتی هم من تشویقتون میکنم که بهترین تمرین این هستش که همون کدایی که هست رو شروع کنید خودتون یه بار دیگه پیاده سازی کنید، دستکاری کنید، یه مقدار سرچ کنید، چه میدونم از چت جی پی تی استفاده بکنید برای اینکه چیزای جدید یاد بگیرید، توی گوگل سرچ کنید چیزای جدید یاد بگیرید. ولی من کنارش سعی میکنم که یه سری اساینمنت بدم و اساینمنت هم اینجوری باشه که یک لول یا نهایت یه جایی 2 لول از چیزی که ما تو کلاس میگیم جلوتر باشه، بالاتر باشه، که شما قرار نباشه یک چالش خیلی عظیمی، چون قراره یاد بگیرید یه چیز جدید، یه مقدار هم مثلا فان باشه، یه مقدار با فیگرها کار کنید و اینا و لذت هم ببرید. و چیزی که هست در پایان این جلسات، خب هر کی اومده بیشترین سودی که به همه رسیده اینه که اومدن مثلا استفاده کردن، البته اگه استفاده کرده باشید. من آخر دوره اون بچه‌هایی که اسایمنت ها رو برام فرستادن یه نامه میدم که مثلا در فلان دوره‌ای که ما گذاشتیم ایشون شرکت کرد و هیچ چیز دیگه ای نیستش که مثلا خوب بود، نمیدونم نمره و این چیزا نیست، ولی صرفا به کسی این نامه رو میدم که اون اساینمنت ها رو رفته باشه انجام داده باشه و این انجام دادن اساینمنت ها یعنی اینکه کلاس رو دنبال کرده دیگه و اون نامه من بی‌معنا نیست. و اساینمنت هم اینجوری باشه، قرار اون شکلی باشه که من هر اساینمنتی که میدم تا 2 جلسه بعدش برای من ارسال کنید به همون ایمیلی که الان دسترسی نداریم، امیدواریم که دسترسی پیدا کنیمش. و میتونید توی گروه بیایید صحبت کنید، سوالی دارید بپرسید، یه جای چالشی هستش با هم دیگه شیر کنید ایدهاتون رو، هیچ مسئله نیست. و توی اساینمنت ها هم سعی کنید که بهترین خودتون باشید. همین اون تلاشی که میکنید که یه کار خوب انجام بدید همون به نظرم کفایت میکنه برای اینکه نشون بده که شما توی یک دوره شرکت کردید و تلاش کردید که چیزی رو یاد بگیرید. پس اساینمنت هایی که من بهتون میدم تا 2 جلسه بعدش ارسال کنید که مثلا یه جلسه شاید یکی یه وقتی کاری چیزی داشته باشه نتونه انجام بده، 2 جلسه بعد انجام بده، ولی من باز پیشنهادم اینه تا جایی که میتونید همون دفعه انجام بدید که آماده بشید برای جلسه بعد و یه مروری هم براتون باشه. خب اینم در مورد اساینمنت. خب از اینجا بعد جلسه یه مقدار این جلساتی که داریم یه مقدار فرمتش عوض میشه. من سعی میکنم که ببینید من اصلا اینجا نیستم که بیام بهتون ریاضیات آمار و اینا رو بهتون بگم، خب و اون چیزایی هستش که اگه دوست داشته باشید میتونید بخونید و خیلی هم
مسئله نیستی وقتی هم شاید یادتون بره، ولی اون کانسپت ها مهمن. یعنی اینا چیه، این مفاهیمش چیه. شما باید کانسپت رو بفهمید تا بتونید سر جای درست استفاده بکنید. و من سعی میکنم فقط کانسپت ها رو بیان کنم، زیاد وارد ریاضیات نمیشم. شاید یه جایی مثلا یه خورده ای اشاره کنم. کدهایی که میزنیم جنسش اینجوری میشه که یه سری کدها رو میزنیم برای اینکه اون مفاهیم که راجبش داریم حرف میزنیم رو یاد بگیریم. اون قرار نیستش که به کدینگ شما خیلی کمک کنه، فقط صرفا میخوایم اون مفاهیم رو بتونیم، مثلا فرض کنید که من امروز میخوام نورمال دیستریبیوشن رو بهتون بگم. برای اینکه توضیح نورمال رو شما بتونید بفهمید، یه جوری یه کدی می نویسیم که شما بتونید یه مقداری اینو دستکاری کنید تا بهتر مفهومه رو بفهمید. ولی این چیزی نیستش که شما کارایی داشته باشه لزوما توی دیتا آنالیز شما. ولی یه سری چیزای دیگه هستن که دستورات و اینا هستن که اونا دقیقاً توی دیتا آنالیز شما، توی پیش‌سازی آمار بهتون کمک میکنه. پس جنس کدایی که میزنیم 2 تا هستش از اینجا بعد. تا قبل از این همش کدایی که یاد میگرفتی چیزایی بودش که به دردتون میخورد، الان نه. یه سریش هستش که پس به جا افتادن اون مفهوم‌ها کمک میکنه، یه سریاش هستش که کمک میکنه که شما چجوری پیاده سازی کنید آمار رو و کد زنان رو یاد بگیرید. خب این از این. بریم که جلسه امروز رو داشته باشیم، جلسه 4. خب من آمار رو نمیخوام به احتمال نمیخوام بهتون درس بدم، ولی میخوام یه مقدار رویکرد احتمالی و اینکه چرا ما میریم این سمتش رو با یکی 2 تا مثال واقعی تر بهتون بیان کنم و خودمون راجبش فکر کنیم و یه مقداری مثلا ضرورت نگاه احتمالی رو بفهمیم. شاید این چیزایی هم که میگم خیلی چیز ساده‌ای هستش، فقط شاید مرور بشه براتون. فرض کنید که من با شما پا میشیم میریم مثلا دم در یه پادگان وای میسیم که آدم ها میان و میرن. خب من از شما میپرسم که به نظر شما نفر بعدی که از پادگان در میاد پسر یا دختر، مرد یا زن؟ خب شما چی میگید؟ میگید این چیزی که پیش بینی میکنید، چیزی که میتونید تخمین بزنید، نمیاد همینجوری رندوم مثلا یکی بگید زن یکی بگید مرد. خب اونجا پادگانه و یه سری پرایر نالج دارید شما و میدونید که احتمالا اونجا قرار مرد در بیاد و میاد میگید این مرد. فکر کنید من شما رو میبرم دم در ورودی دانشگاه از زهرا، ازتون میپرسم که نفر بعدی که میخواد بیاد بیرون مرد یا زنه. شما میاد میگید که خب زنه، نمیاد بذار رندوم نگاه کنه. خب آدم دیگه یکی میاد میره، به خاطر اون پرایر نالجی هستش که شما دارید. خب حالا من میبرمتون دم دانشگاه تهران و میگم نفر بعدی که میاد کیه، مرد یا زنه، و شما شروع میکنید یه دفعه میگید مرد، یه دفعه میگید زن. و اتفاقی که داره میفته شما یه جورهایی دارید یه احتمال ها رو در نظر میگیرید. توی اولیا یه مقدار تصمیمتون اون چیزی که به من گفتید دیترمینیستیک تره، توی دومی شما میبینید یک رندومنسی رو میبینید و همه چیز 50-50. داریم راجع به یک مفهومی داریم میریم به سمت تعریف کردن یک مفهومی به نام احتمال و اینکه چجوری میتونیم نگاه کنیم. خب حالا فکر کنید که خب ما مثلا یه چیزی میدونیم که من تو خیابون داریم راه میریم، بعد بهتون اشاره میکنم یه آدم رو میگم که به نظرتون این آدم باهوشیه، کمهوشیه، متوسطه. خب باز این یه مقدار پیچیده‌تر میشه براتون و میتونید اینو رندومی نگاه کنید و میتونید یک نگاه احتمالی بهش داشته باشید. بگید که احتمالاً میتونید این دفعه دیگه به من نگید که این مرده یا زنه، میتونید بگید که با توجه به نگاهی که دارید
بگید احتمال زیاد این یه آدمی هستش با هوش متوسط. چرا؟ چون میدونید که توی جامعه افراد با هوش متوسط بیشترین تعداد هستن. خب پس دارید یواش یواش نگاهتون رو عوض میکنید، ادبیاتتون، نوع فکر کردنتون رو عوض میکنید و دارید یک حالتهای مختلف رو میبینید، دارید احتمالها رو در نظر میگیرید و دیگه اینجوری نیستش که بیایید مثلا بگید این مرد یا زنه، این باهوشه یا کم هوشه. خب یواش یواش اون آپشن هاتون زیاد و زیادتر میشه و اگه خیلی بخواید به من بهترین جوابی که بتونید به من بدید این هستش که بیاید این کار رو بکنید. من دسکتاپم رو شیر کنم. وقتی من ازتون یه نفری رو اصلا نمیدونم کیه بهتون اشاره میکنم، میگم این به نظرتون باهوش هست یا نیست، اگه خیلی بخواید دقیق به من جواب بدید برمیدارید برای من این نمودار رو میارید، میگید ببین این نمودار آیکیوه برای جمعیت حالا آدم ها، این که این هوشش چقدره، چقدر باهوشه، چقدر باهوش نیست، بر اساس این نمودار من بهش احتمال میدم. این دیگه کاملا احتمالی داریم نگاه میکنیم به این موضوع و این شکلی این شاید دقیق ترین تخمینی هستش که به ما میتونه بده از هوشمون با یک نگاه احتمالی و اینکه این بسته به این که با چه احتمالی چه هوشی میتونه داشته باشه. درسته؟ خب یه مقدار بیایم راجع به این نمودار که یک نمودار نرمال هستش راجع به صحبت کنیم. نمیدونم دیدید یا نه، نمودار IQ به عنوان یک نمودار نرمال یکی از مهمترین و شناخته شده ترین نمودارها هستش. خب توضیح ها هستش. چی بهمون میگه؟ ما میدونیم که میانگین IQ 100 هستش. خب برای مثلا اسکور وکسلر و با یک استاندارد دیوییشن خاصی که داره، یک پراکندگی خاصی که داره و اون پراکندگیش فکر کنم 15 هستش، استاندارد دیوییشنش 15 هستش. این نمودار رو مثلا به ما چی میگه؟ این نمودار به ما میگه که اگر این آدمه با یک احتمالی با یک احتمالی انقدر، خب IQ 100 و با یه احتمالی که به ارتفاع نصف این نمودار میرسه، IQش میتونه مثلا 85 باشه یا مثلا 123 باشه، ببخشید 115 میتونه باشه. خب این اطلاعات رو به ما میده، یعنی این شاید بهترین تخمین رو به ما بتونه بده تو یک نگاه احتمالی. خب حالا بیایم یه مقدار راجع به این توضیح صحبت کنیم. این توضیح به ما میگه که مثلا اینکه آدم ها هوششون از 55 تا 70 باشه مثلا احتمالش 2%. یعنی اگه یه آدم انتخاب کنی احتمالش 2%. این از رو کجا میاد؟ از رو اینکه 2% از جمعیت یه همچین هوشی دارن، 13.5% از جمعیت یه همچین هوشی دارن. خب پس اگه اون آدمه رو احتمال اینکه آدمه یه همچین هوشی داشته باشه 13.5%. یا اینکه 34 و 34 میشه 68. 68% از جمعیت هوشی بین 85 تا 115 دارن. پس احتمال اینکه اون آدمی که ما نمیدونیم کیه هوشش بین 85 تا 115 باشه 68%. و مقادیر مختلف. خب پس یک نگاه کاملا آماری داریم به این موضوع. توی یک چیزی که یک رویکرد مشاهده نگر ما راجع به احتمال ها صحبت میکنیم. لازم نیستش حتما بگیم که این آدم باهوشیه یا آدم کم هوشیه. خب توی آمار ما قراره این شکلی رویکردمون این شکلی باشه، فقط با احتمال ها کار میکنیم. خب بیایم بریم یه مقداری این نمودار
توزیع نرمال هوش رو یه مقدار بررسی کنیم توی آر که ببینیم چه شکلیه. خب الان کداتون رو دارید و کاری که باید بکنیم با دوباره ستپته، امیدوارم به مشکل برنخورید. حالا الان اینجا هم خیلی نیاز نداریم چون فعلا چیزی رو لود نمی‌کنیم. این قسمت از کد من ران میکنم که ورک اسپیس هم پاک بشه که هیچ ندارم اینجا. قسمت دوم من بهتون گفتم چون ما یه ورکینگ دایرکتوری ست میکنیم، چون اونجا ممکنه همه اطلاعاتمون، فایلامون اینا باشه. بعد این است. خب حالا من دوست دارم که یک توضیح مثل این رو تو آر بسازم. این یک density فانکشنه تا به توزیع IQ. خب که خصوصیتش گفتم چیه؟ میانگینش 100، استاندارد دیوییشنش که نشون دهنده پراکندگیش هستش 15. من میتونم با همچین دستوری توی R دینورم یعنی density فانکشن نرمال بساز برای من با میانگین 100 و استاندارد دیوییشن 15 و مثلا این از کجا شروع بشه تا کجا ادامه پیدا کنه. مثلا اینو ببینید، این از مثلا چه میدونم 50 شروع شده تا 150. حالا من بهش میگم که این رو از 1 شروع کن تا 200 و اگه من این خط رو ران کنم به من یک تابع توزیع میده با این خصوصیت ها که خصوصیت IQ جمعیت انسان هست. خب و اگه من اینو پلاتش کنم و تایپ رو مساوی با L قرار بدم، تایپ رو وقتی مساوی با L قرار ندم اتفاقی که میفته نقطه برام میذاره. وقتی L میذارم این نقطه ها رو به هم وصل میکنه و یه خط میکنه. یه همچین نموداری بهم میده. این همون نمودار است. یه خورده جمع‌تره چون که من از 0 کشیدم تا 200. این الان همون نموداره. پس این الان density فانکشن IQ انسان هست که شما میبینید که یه پراکندگی خیلی زیادی داره حول 100 و اینجا میانگینه. خب تا اینجا سوالی نداشتید؟ واضح همه چیه؟ در مورد دیستریبیوشن همه چی رو فهمیدید؟ چی هست؟ چی داره به ما میگه؟ اون دیستریبیوشن مثلا IQ که نرمال هست. ببخشید فقط این تیکه که گفتیم تایپ رو حتما بعد مساوی با L قرار بدیم گفتیم برای چیه؟ خب بذارید من اینجا این تایپ رو بردارم. ببین من این ران کنم میبینید یه سری نقطه هست که این نقطه ها پشت سر هم اومده. اگه من تایپ رو مساوی با L قرار بدم یک لاین میکشه به جای اینکه نقطه پشت سر هم بذاره. این همون نمودار است ولی این دفعه به جای نقطه یه خط پیوسته. خب حالا بیایم یه مقداری نمودارا رو خوشگل‌ترش کنیم دیگه طبق چیزایی که یاد گرفتید. مثلا براش X لیبل بذاریم، Y لیبل بذاریم و مین که تایتل هست بذاریم. الان این اگه من ران کنم هیچی نمیشه، یعنی میپره، ولی شما میتونید بیایید داخل این کوتیشن بود نه؟ داخل اینا میتونید بیایید و لیبل هاتون رو قرار بدید. مثلا X لیبل رو بذاریم چی؟ به نظرتون X لیبل باید چی باشه؟ Y لیبل باید چی باشه؟ مین باید چی باشه اینجا؟ برای اینکه نمودارمون اون چیزی که باید رو به ما نشون بده، به مخاطبون حس بده.
X لیبل IQ باشه، Y لیبل probability یا density فرق میکنه. خب mean رو هم IQ بر حسب probability میتونیم بگیم population IQ. خب حالا من میخوام که یه سری خط مشخص کنم، مثل همون کاری که تو این نمودار انجام داده. خب یه سری خط مشخص کنم و این خط ها نشون دهنده مثلا یه سری چیزا باشه. حالا من اینجا دیگه نمیخوام بیام میگم که مثلا این 95% و 68% و اینجور چیزهایی که میزان پراکندگی دیتا هستش رو نمیخوام بگم. من دوست دارم اینجا مثلا کوارتایل اول و دوم و سوم رو مثلا داشته باشم. خب یه دستوری داریم به نام کیو نورم، به ما کوانتایل رو میده. خب هر کوانتایلی که بخوایم، یعنی میگه که اگر که تابع توضیحت اینو میگه اگر که تابع توضیحت، ببین این قسمتی که من دارم میگم مثل همون قسمتی هستش که ما قراره اون کانسپت رو برامون جا بیفته، انقدر کاربرد یادگیری آر نداره. اوکی. خب دی نورم یه دونه density فانکشن برای ما درست میکرد. کیو نورم میگه که آقا یه تابع توزیع نرمال اگه داشته باشی که میانگینش 100 باشه، استاندارد دیوییشنش 15 باشه، بعد اینجا میشه کوانتایل 50%. کوانتایل 50% یعنی چی؟ میانگینش، یعنی 50% این برن 50% اون برن. درسته؟ البته همیشه میانگین با میانه یکی هستش همش. خب پس میشه، پس اون میانگین یا میانم، درسته؟ من اسمش میذارم Q50. خب حالا مثلا میخوام اینجا رو، این یه تیکه رو در نظر بگیرم. ببینید این نمودار من تا اینجا 50%. خب اگه بخوام یه خط اینجا حساب کنم میشه 50 به علاوه 34، یعنی 50 یه همچین چیز، نیم به علاوه 34 صدم. حالا میتونم مقدارش رو وارد کنم، میتونم مثلا جمعش رو بنویسم، میتونم اینو وارد کنم، میتونم اونو بنویسم. خب این میشه Q 84 صدم یا 84%، کوانتایل 84%. خب بعد میتونم بیام اینا رو با ابلاین بکشمشون، مثلا یه خط بذارم اینجا، این میشه 50، بعد مثلا بذار ابلاین و مقدار ابلاین رو میتونم مساوی با این مقداره قرار بدم. میتونم عدد رو وارد کنم، میتونم مساوی با این چیزی اینجا قرار بدم که در واقع این کوانتایل و مقدار کوانتایل رو اومدم اساین کردم به این، بعد حالا اینو میتونم وارد کنم اینجا. اوکی. حالا منظورم که چیزهای مختلف هم میتونیم اینجا بذاریم و ببینیم چه اتفاقی میفته. مثلا شاید براتون جذاب باشه که اینو عوض کنید، ببرید جلو، بیارید عقب، ببینید کدوم قسمت از این توضیح میشه این داستان. حالا اگه من اینجا بخوام مثلا این رنگ این خط رو عوض کنم چی؟ این وسط ها یه خود تمرین آرام بکنیم. تایپ خط رو عوض کنم، رنگش رو عوض کنم، چیکار باید بکنم؟ چه آپشن برای رنگش از کال استفاده میکنیم و برای تایپش از LTY دیگه مثلا بذارمش 5. بعد اگه مثلا بخوام ضخامتش رو داشته باشم چی؟
LWD LWD. LWD یه همچین چیزی میشه. الان چون رو همون کشید خوب نشون نمیده. اگه من یه بار دیگه ران کنم این قسمت رو یعنی این قسمت رو یه بار دیگه ران کنم به من این رو میده. خب حالا من از شما میخوام که بیایید همین توزیع نرمالی که برای آیکیو پاپولیشن ها بود ما ساختیمش و قرار این کانسپت رو برای ما جا بندازه. خب بیایید پلاتش کنید، یعنی از این خط بالایی یا کپی پیست کنید، مثلا همین آیکیو نمیدونم هر جوری که خودتون صلاح میدونید پلاتش کنید و این دفعه کوارتایل اول و کوارتایل دوم و کوارتایل سوم حساب کنید و اینا رو با 3 تا خط مختلف فیت کنید اینجا بندازید و مشخص کنید توش. این یه تیکه کد رو با استفاده از کدهای بالا اصلاح کنید و اون نموداری که میخوایم رو بکشید اینجا. یعنی یه بار دیگه همین توزیع نرمال هست، این دفعه 3 تا مقدار کوانتایل مختلف و با 3 تا خط حالا رنگ مختلف تایپ مختلف نشون داده میشه. خب چقدر چالش برانگیزه. سخته راحته چجوریه؟ دقیقا همون کاری که با تو کد قبلی کردیم، فقط نگاه رو خورده عدد رو شده کنید که اشتباه نکنید. خب همزمان منم درست میکنم.
مثلا یه همچین چیزی باید باشه. حالا شما میتونید رنگ و این چیزا رو عوض کنید هر جوری که دلتون بخواد. خب به نظر اینو میتونید انجام بدید و اگه انجام ندادید برگردید و حالا بعدا پیش ببرید خودتون. ادامه بدیم بچه‌ها. خب چیزی که الان پس تا اینجا گفتیم فقط برای این بودش که این مقداری مفهوم جا بیفته. حالا خودتون میتونید اگه خوشتون اومد میتونید اینا رو این مقدار دستکاری کنید، ببینید که مثلا کوانتایل مختلف توی توزیع نرمال. ببینید توزیع نرمال خیلی مهمه و میتونید خودتون یه مقدار دستکاری کنید ببینید که چه خبره توی این توزیع. این از خب من سعی میکنم که یواش یواش تمرینا یا کاری که انجام میدیم، آنالیزایی که انجام میدیم با دیتای واقعی باشه و شما دقیقاً چالش هایی که اون وسط ها هستش رو ببینید و خودتون آماده کنید برای اینکه با یه دیتای ساختگی کار نکنید، یه دیتای واقعی باشه. چون من میتونم مثلا بهتون دیتای ساختگی بگم و خب چالنجش شاید کمتر باشه، ولی وقتی میرید سراغ دیتای واقعی میبینید یه چیزایی هستش که شاید مثلا یه گره گروه هایی هستش که توی دیتای ساختگی نیست و یه مقدار گیر کنید. خب از سمتی هم خب اعتماد به نفستون میره بالا احتمالاً وقتی دیتای واقعی میبینید و باش کار میکنید. و امروز میخوام روی یک دیتایی کار کنیم با هم دیگه. این دیتا فنوتیپیک رو دارید دیگه، براتون ارسال کردم، درسته؟ بله. خب بهتون بگم این دیتا چیه. این یه دیتایی هستش، یعنی دیتا فنوتیپیک، یه دیتا ستی هستش برای بچهای اوتیسم که خیلی دیتا ستای معروفی هستش که ABID. بعد و این اطلاعات راجع به یه سری سابجکت اوتیستیک و نرمال داره که اینها توی سایت های مختلف، یعنی توی دانشگاه های مراکز مختلف تصویر برداری شده و اطلاعات مختلفی از اینها هستش. این که مثلا یه سری مثلا فرض کنید سایت داره، این مثلا تو کلتک مثلا جمع شده، دانشگاه مختلف که حالا من خیلیشم نمیدونم، مثلا ماکس پلانک، NYU، دانشگاه مختلف که اینجا میبینید. این آیدی اون سابجکت هست که چی بوده، مثلا شماره‌ای که داشته، آیدی که داشته. یه سری لیبل داره، DX گروپ، DSM-5، نمیدونم ایج. خب مثلا اینو میفهمیم که چیه، سن دیگه. این سکسه، خب سکسه، ولی خب این 1 و 2 چیه؟ خب این اصلا نمیدونیم مثلا چیه. این احتمالاً دایگنوستیسه، ولی خب نمیدونیم که 1 چیه 2 چیه. و حالا ما به IQ کار داریم که مثلا این مثل اینکه 3 تا IQ داره، ببینیم این چیه. خب این دیتا هایی که اینجوری شیر میکنن معمولا یه دیتا، یه کدی داره، یه فایلی داره که توش همه اینا رو کد گذاری کرده و به ما میگه که چی هستش. که اون یکی یه فایلی هستش به نام ABID legend که اگه شما باز کنید بهتون میگه که مثلا subject ID چیه. خب ID subject هست اینا، مثلا DX group diagnostic group. خب و داره میگه که اگر که 1 بود یعنی اوتیسم داره، اگه 2 بود یعنی آدم سالم و کنترل. خب این خیلی شاید چیز مهمی باشه. خب جنسیتش هست مثلا اینجا که مثلا گفته اگه 1 بود میله، اگه 2 بود فیمیل. خب مثلا چیزهای مختلف. FIQ ببینیم چیه.
FIQ استاندارد اسکور فول IQ هستش، این یکی وربال IQ هستش و این یکی هم نمیدونم دقیقا چیه، شاید شما روانشناسی هستید بهتر بدونید. خب اینجا توضیحات مختلف داره که چجوری اینا سنجیده شدن توی سایت های مختلف و اینا. خب حالا ما FIQ که فول IQ هستش، مثل این که ما با این کار داریم امروز، مثلا با سکس کار داریم و با DX گروپ کار داریم. خب پس این یه دیتای فنوتیپی که اون دیتا ستمون هست و میتونیم داشته باشیم ببینیم چه خبره توش. خب بریم و این دیتای واقعی رو ایمپورت کنیم توی آر و شروع کنیم باش کار کردن. بچه‌ها یه نکته رو بگم، اگه یه وقتی دیدید که من اینترنتم یهو سرعتش کند شد، یهو متوقف شد، بهم بگید هر وقت شد و من حالا یا وای فای هم عوض کنم یا اینکه یه جایی تکرار کنم. خب این یک فایل CSV هست و اگه شما خط 37 رو ران کنید، شما در واقع اون فایل CSV رو میارید داخل R و میریزیدش داخل یه موجودی به نام فنو. حالا شما میتونید هر چیز دیگه هم اسمشو بذارید. خب ما رانش میکنیم و شما اینجا فنو رو دارید و اگه روش کلیک کنید یک نمایش مختصری از محتویاتش خواهید داشت، سطرها و ستونها. خب همیشه وقتی با یه دیتای واقعی کار میکنید یه چالنجایی دارید. مثلا فرض کنید که یکی از مهمترین چالش ها اینه که دیتایی ثبت نشده باشه، مثلا برای یه سابجکت. خب خب اگه ثبت نشده باشه خیلی جاها مثلا NA میذارن، خیلی جاها NaN میذارن و مثلا اینجا تو این دیتا ست یه همچین عددی میذاره منفی 9999. مثلا اگه بخوام بهتون نشون بدم که همچین عددی ببین مثلا یه سری عدد اینجوری، یعنی فول IQ این سابجکت یه عدد بی ربطیه، ولی خب این معنیش اینه که اینو ندارن، یعنی IQ همچین عددی که نداریم، مثلا این سابجکت تو کلتک. خب من برای که کارمون راحت بشه و به گیر و گور نخوریم، همون اول میام میگم آقا این فنو من هر جاییش که مساوی بود، یعنی یه چیز لاجیکال می‌نویسم، هر جاییش که مساوی بود با این عبارت، اون عبارت بکن نات اویلیبل. چرا؟ چون این عبارت ممکنه به عنوان یه عدد در نظر بگیره و تو همه محاسبات هیستوگراما میانگینا بزنه همه چی خراب کنه. من نمی‌کنم نات اویلیبل تا نهایتش اینه که اگه یه جایی لازم بودش اون آپشن na.remove رو فعال کنیم. خب پس این خط رو من اجرا میکنم، خط 36 و الان دیگه اون مقادیر رو دیگه نداریم. مثلا برای فول IQ این مثلا شد، اینه شد NA، پیداش نمیکنم. اینا میبینید NA شد. خب این هم مثلا یه نکته بودش که شما وقتی دیتا رو نگاه میکنید، ببینید شما وقتی یک دیتایی باز میکنید باید یه خورده زیر روش کنید که ببینید که چه چیزایی داره، چون ممکنه بدون اینکه بفهمید یهو بزنه آنالیزاتون رو خراب کنه. یک نکته پس این بود. خب حالا فکر کنید که من میخوام فول IQ اون سابجکت هایی که اوتیستیک هستن و توی USM که فکر کنم یوتا اسکول آف مدیسین هستش، تو اونجا جمع شدن رو، اونا رو فقط نگاه کنم. خب پس باید چی کار کنم؟ باید بیام بگم که
یه چیز جدید میسازم به نام فنو ASD همون اوتیسم هستش، اوتیسم اسپکترال دیسوردر. بعد اینجوری مثلا یه متغیر دیگه میسازم به نام فنو آندرلاین ASD آندرلاین USM و حالا باید یه سلکشن دارم، یعنی از اون فنو یه تیکش رو میخوام جدا بکنم. کدوم تیکه رو میخوام جدا کنم؟ اونایی که سابجکت آیدیاشون USM باشه و X گروپ هاشون یک باشه، یعنی اون ردیف هایی که اینجوریه ستون ها به کاما میذارم و تو اون فایل دیدیم که DX گروپ اگر یک باشه آدم اوتیستیکن، اگر که DX گروپ 2 باشه آدمای سالمن. خب اگه من اینو رانش کنم حالا یه دیتای جدید دارم، یک فنوتوپیک دیتا جدید دارم که میبینید 58/81 که دیگه 1200 تا سابجکت هم نیست، 58 تا سابجکت هم. کلا میبینید همشون USM هم، همشون DX گروپشون یکه، یعنی یه تیکه از دیتا رو سلکت کردم. اینا. خب پس تو خط 40 من اون چیزی که مورد علاقم هست، اون تیکه از دیتایی که مورد علاقم هست رو سلکت کردم چون میخوام اون رو بررسی کنم. خب حالا میام تو استپ بعدی، چون فول آی کیو این سابست دیتا رو میام میگم که خب این USM من یه دلار میذارم و ستون فول آی کیو رو من میخوام. ببینید این ستونهای مختلف داره، FIQ یعنی ستون فول IQ، ستون فول IQ رو فقط میخوام و این رو برای من بریز توی چیزی به نام FIQ، به نام فول IQ، یه متغیر جدید. خب پس این یه سری عدده که فول IQ همین سابجکت ها رو به من نشون میده که اگه مثلا من خود همین تیکه فول IQ رو حالا اجرا کنم، یعنی بعد از اینکه فول IQ مقدار گرفت FIQ مقدار گرفت من اجراش کنم، چون یه سری عدده که این عددها IQ اون سابجکت هایی هستن که من سلکتشون کردم. خب حالا من دوست دارم که این IQ سابجکت هایی که اوتیستیک هم و توی USM کلکت شدن رو هیستوگرامش رو بکشم. خب و میخوام که پروبابیلیتی یا دنسیتی فعال باشه، نمیخوام فریکونسی رو نگاه کنم، تعداد رو نگاه کنم. اگه اینجا رو لود کنم، این ران کنم این تیکه کد رو، به من اینو میده. پس این الان هیستوگرام فول IQ سابجکت های بیماری هستش که تو سایت USM جمع شدن. حالا این به ما چی میگه؟ این به ما میگه که این سابجکت ها، ببین دیگه الان یه مقدار پروبابیلیتی رو بذارید کنار، من دارم راجع به یک سمپل حرف میزنم. اون چیزی که بالا حرف زدم راجع به پاپولیشن بود. حالا من اومدم دارم راجع به یک سمپل حرف میزنم، سمپلی از یه تعداد 58 تا سابجکت. خب دیگه راجع به پاپولیشن حرف نمیزنم و میام دیستریبیوشن اینا رو میکشم. انتظاری که دارم اینه که خب دیستریبیوشن IQ اینا هم، چون اینا نماینده از جامعه هن، احتمالا شبیه اونا باید باشه. اگر که اوتیسم روی IQ خیلی روی دیستریبیوشن IQ تاثیر نذاره و چیزی که شما دارید میبینید شبیه یک توزیع نرماله برای اینا، درسته؟ خب طبیعتا اونقدر اون نموداره خوشگل نیست، ولی همین ترندی که نشون میده انگار یه توزیع نرماله و ترندی که نشون میده انگار مثلا هم هولوش 100 میانگین این توزیع است و اینکه اینجا الان مثلا تعداد زیاده، یعنی که کسایی که حول 100 هستن تعدادشون بیشتره، کسایی که مثلا اینجا هستن تعدادشون کمتره، اینا هم که اینجا هستن تعدادشون کمتره. خب
حالا من میخوام بیام یه کاری کنم. من با این فرض بفرمایید. استاد ببخشید میشه یه بار دیگه هیستوگرامش رو بگید که چیکار کردیم؟ هیستوگرامش رو کشیدنش رو یا توضیح هیستوگرامش رو؟ توضیحش رو. خب ببینید الان ما داریم روی یک سمپل کار میکنیم. من منظورتون اینه که مثلا توضیح بدم که این هیستوگرام چی داره نشون میده؟ نه ببخشید این قسمتی که میخواستید ران هیستوگرام رو بگید که چطور کشیدینش رسمش کردید و من حواسم پرت شد و متوجه نشدم چطور شما رسمش کردید. من یه بار دیگه میگم. ببینید من یه تیکه از دیتام رو اول سلکت کردم. خب اون تیکه از دیتا که شرط گذاشتم مثلا اونایی که اوتیست دارن و اونایی که توی USM جمع شدن اند گذاشتم که جفت شرطا رو در نظر بگیره. بعد یه چیزی ساختم به نام فنوتوپیک اوتیستیکا توی USM. خب و شد همچین دیتایی. اونجایی که اون پارامتر مورد علاقه من IQ هست من اومدم و با یه علامت دلار ستون IQ رو انتخاب کردم از این دیتایی که سلکت شده و اینو اساینش کردم به FIQ. یعنی اون یه تیکه ستون رو ریختم توی موجود جدید. حالا این موجود جدید یه سری عدده که این عددها IQ آدم‌های مختلفه. حالا هیستوگرام این موجود جدید که این عددها هست رو میکشم. خب حالا این هیستوگرامه به من ویو میده از این که IQ این آدم ها که یک سمپلی بودن این چجوریه توضیحش، یعنی اینکه چه تعداد هولوش صدن، میانگین دو طرفه است، چه شکلی زنگوله‌ای نیست، اینو به ما میده. خب حالا با این فرض که تاب توزیع این تاب توزیع نرمال هست، من میتونم، یعنی اگر که من فرض کنیم که این تاب توزیع نرمال هست، خیلی نکته مهمیه، ما میتونیم یک توزیع نرمال روش فیت کنیم. خب و اون توزیع نرمال دو تا خصوصیت باید داشته باشه. هر توزیع نرمال دو تا خصوصیت داره. خصوصیت اولش رو باید بهش بگم که میانگینش چقدر باشه، دوم بگم استاندارد دیوییشن چقدر میتونه باشه. خب ببین الان دیگه راجع به پاپولیشن حرف نمیزنیم، راجع به یک سمپل داریم حرف میزنیم. روی این سمپل همونطور که ما اونور توزیع نرمال داشتیم رو هر سمپلی هم میتونیم توزیع نرمال رو بذاریم. این دوتا رو با هم دیگه قاطی نکنید. خب چون به هم میگید که این تاب توزیع نرماله برای این سمپلم، خب من میگم که خب باشه، اگه این فرض قبول دارید بیایم روش یه دونه توزیع نرمال فیت کنیم. توزیع نرمال من اگه میانگین رو داشته باشم و استاندارد دیوییشن داشته باشم میتونم شکلش رو بکشم. خب اگر من میانگین این آدما رو FIQ این آدما رو بگیرم اینجوری و اینو بریزم داخل یه متغیر به نام FIQ underline me و استاندارد دیوییشنش هم بگیرم اینجوری و بریزم داخل یک متغیر به نام FIQ underline ST که میبینید این دو تا عدد. خب اصلا من کاری ندارم که این عددها شبیه اون عدد پاپولیشن هست نیست، من دارم راجع به اینا حرف میزنم. خب و با همچین دستوری که حالا بیام اینجا یک توزیع نرمال میگم بساز، این دفعه بهش نمیگم توزیع نرمال، رو اسمش میگفتم پاپولیشن، من الان کاری ندارم به پاپولیشن، میگم آقا یه توزیع نرمال برای من بساز که این تابع توزیع نرمال میانگینش برابر با میانگین سمپل هم باشه، استاندارد دیوییشنش برابر با استاندارد دیوییشن سمپل هم باشه و حالا مثلا از 1 تا 200 هم مثلا اون قبلیه. اما اینجا خب اینو میسازه برای من، تو این قسمت اینو برای من میسازه. بعد با این لاین یه خط میندازم روی این نموداره، فقط میام میگم که آقا این خط عقب و جلوش یه جوری باشه که فیت بشه روی این نموداره.
یعنی مینیموم FIQ و ماکس FIQ. چیز خاصی نیستش، زیاد چیز نکنیم. و این یه همچین خطی رو فیت میکنه برای من. پس من یه سمپل داشتم از 58 تا آدم، هیستوگرام آیکیوشو کشیدم، بعد فرض کردم که این هیستوگرام نرماله، از استاندارد دیوییشن و جنسش نرماله، زنگوله‌ایه، از استاندارد دیوییشن و میانگینش استفاده کردم، دادم به این تابع، گفتم یه دونه هیستوگرام زنگوله‌ای برای من اضافه بکن که مثلا این حس رو من بده که ببین اگه تابع توزیع نرمال باشه این شکلیه. خب الان تا اینجا متوجه شدید چی کار دارم میکنم؟ دارم راجع به یک سمپل حرف میزنم، با اون پاپولیشن قاطی نکنید. بچه این چیزایی که همینجور که میریم تو آمار یه سری چیزها یه مقدار فهمش سخت‌تر میشه و کاملا طبیعیه و همه اونایی هم که آمار رو دارن استفاده میکنن خیلی از مفاهیم و خیلی جاها سالیان سال متوجه نمیشن و این چیز عادی هستش. به من بگید و اینجا هستیم که کمک کنیم به هم دیگه که این مفاهیم بهتر براتون جا بیفته. ببخشید از باکس پلات مثلا برای نورمالیتی بهتر نشون نمیده اگه از باکس پلات استفاده کنیم؟ الان چرا مثلا از هیستوگرام استفاده کردیم؟ خب ببین باکس پلات چیه؟ باکس بهمون میاد همون هیستوگرام است که چرخیده و شما دارید همه چیزو. و بیشتر باکس پلات به درد جایی میخوره که شما چند تا هیستوگرام دارید، میخواید همه رو مثلا اینجوری به صورت عمودی نشون بدید. وقتی یه دونه نمودار، وقتی یه سمپل دارید هیستوگرام کفایت میکنه. ممنون. خب سوالی نیست، بریم ادامه. خب حالا همون چیزی که من الان گفتم و میخوام یه بار دیگه اجرا بکنم، ولی این دفعه تر تمیزتر، کد پشت سر هم باشه که بفهمیم داریم چی کار میکنیم. یه مقدار مثلا نمودارام هم دارم بهتر میکنم. مثلا بیام مین اینو عوض کنم، حالا اینا که خوبه، لیبل ایکس و وایش خوبه، رنگش رو عوض کنم، مثلا اینجا رنگ رو عوض میکنم و یه همچین چیزی میکشم. بعد اون لاینر رو که میخوام اضافه کنم مثلا میگم کالر اون لاینه چجوری باشه، جنسش چجوری باشه، تایپش چجوری باشه و قطرش چجوری باشه و اینجوری میشه. بعد مثلا برام جالب، میخوام بهتر توصیف کنم این نمودارم رو، میام مثلا چیکار میکنم، اون کوارتایلای مهمشم میسازم، مقادیرش رو پیدا میکنم با اینا، بعد ابلاینم میکنم. میبینی؟ این الان شد یه دونه نمودار قشنگ توصیفی که شما مثلا میتونید اینو ببرید، اگه مثلا دیتا برای خودتون، اینو ببرید توی مقالتون بذارید راجع مثلا چه می‌دونم یه فاکتوری از اون سمپلتون، توصیف کننده سمپلتون. اگه اینا رو فهمیدید چی هستش که من تمرین رو توضیح بدم بهتون، یعنی ما چی کار کردیم، چی رو کشیدیم. من فقط این مال بخش قبل بچه میپرسم اگر حضور دادیم، برای دینوم، فانکشن دینوم وقتی 1 تا 200 رو تعریف میکنیم برای چی این عدد رو میذاریم؟ 1 تا 200 رو نه نگفتم بهتون. ببینید این دینورمه رو میخواد بسازه، خب ما بهش میگیم که اینو از کجا شروع کن به کجا. ببینید اینه، منظورم اینه که از اینجا تا اینجا مثلا به من بده، مثلا این شاید 0 باشه، این منظورم اینه، چون میخوایم کل اون فضا چون از 0 شروع شده ولی خب مثلا نمودار از 0 شروع شده. آره دیگه، نمودارم طبیعتا از 0 شروع میشه تا 200، یعنی یه فضای بزرگی در نظر میگیریم. الان من اصلا از 0 شروع میکنم تا 10,000، باز اون اینجا همش 0 بود، این تخت بودش، فلت بودش.
این چیز بدی نیست، مثلا 10,000 صفر احتمالش، تو میتونی بکشی میتونی نکشی. من اینو فقط بزرگ در نظر گرفتم. چرا حالا من اینو بزرگ در نظر گرفتم؟ ببین اگر من اینو کوچیک در نظر میگرفتم، این مثلا فرض کنید اینجا میافتاد تا اینجا. من اینو انقدر بزرگ در نظر گرفتم که مشکلی توی این داستان پیش نیاد. بعد آخر سر اومدم گفتم آقا لیمیتشو از یه تیکشو فقط برای من بکش. اینو اول بزرگ در نظر بگیر، ولی هر وقت که میخوای اضافه بکنی به این هیستوگرامم یه تیکش رو اضافه کن. اون تیکه‌ای که از اینجا شروع میشه تا اینجا. با این یعنی آره الان متوجه شدم. کمترینش تا بیشترش. خب حالا من تو تمرین اول ازتون یه چیزی میخوام. الان همین کار رو ما برای سایت USM انجام دادیم. خب یعنی اومدیم سابست رو انتخاب کردیم، سابست USM رو، بعد این نمودار رو کشیدیم اینا. برای تمرین اول ازتون میخوام که برای سایت NYU این کار رو بکنید. اینجا هم گذاشتم، حالا اینو ادیت کنید و بقیه کدا رو بزنید. یعنی همچین نموداری رو برای سایت NYU ازتون میخوام. نموداری که هیستوگرام IQ آدم‌های اوتیستیک باشد. خب و یه خط اینجوری فیت بشه روش که این خط تاب توزیع نرمال هست، تاب توزیعی که برآمده از این دیتای شما هست، و این سه تا خط که این مثلا مدین این Q1 این Q3. خب و کلنم من هرچی تمرین میگم اگه پدات هستش اینو در قالب یه PDF بسازید. یعنی این شکلی میشه دیگه، شما اون کدی که بهتون خروجی میده، خروجی گرافیکی میده، بالاش باید یه چیزی بنویسید، دستور PDF، اسم فایل PDF تون رو بنویسید، پایینش یه دیو آف باید بنویسید و وقتی این کل این مجموعه رو اگه با هم ران کنید این میریزه داخل یه فایل PDF. برای هر اساینمنت یه فایل PDF. خب 10:30 شد. میخواید یه استراحت 5 دقیقه‌ای داشته باشیم و من بقیه ماجرا رو بگم، چون حس میکنم که اینا یه مقدار ذهن رو درگیر میکنه و 5 دقیقه دیگه در خدمتتونیم.
خب برگردیم سراغ تخمین پارامتر. هستید بچه ها؟ بله. خب واقعا تعدادم کمه امروز 8 نفر. تو عید بکنم کمترم میشه. خب من اول یه مقدار راجع به مثلا یه پاپولیشن حرف زدم که چجوری میتونه باشه پاپولیشن و IQ مثلا توی پاپولیشن چه شکلی میتونه باشه. بعد گفتم اونا رو یه مقدار بذارید کنار. حالا بیایم راجع به یک سمپل حرف بزنیم، مثلا یه سمپلی از یه تعداد بیمار که یه جایی جمع شدن و نگاه کنیم ببینیم این سمپله چجوری هست. خب حالا میخوام بیام و راجع به یک موضوع مهم توی آمار صحبت کنم. این که ما یکی از اهداف مهممون توی آمار این هستش که از سمپل بیایم و تخمین بزنیم یک چیزی رو در پاپولیشن، چون که ما نمیتونیم بریم همه پاپولیشن رو بسنجیم. خب چه مثلا میخوای یه کاری بکنیم، یه دستاوردی میخوایم ببینیم که اصلا همه اکسپریمنتال ساینس همینه دیگه. ما یه سمپلی داریم و از اون سمپله راجب اون چیزی که تو سمپل به دست میاریم و بس نمیدیم به کلش ها. یعنی اگه مثلا اومدیم تو سمپل دیدیم فلان افکتی وجود داره راجب فلان چی توی مغز، توی کاگنیشن، اینو نمیتونیم بستش بدیم که همه آدم ها اینجوری هستن، ولی میتونیم تخمین بزنیم که آدم ها میتونن اینجوری باشن با این احتمال. خب پس ما از سمپل استفاده میکنیم تا تخمین بزنیم پارامترهای جمعیت رو. خب بذارید من با یه مثال شروع کنم. بچه یه سوالی، توی قبلی شما فایل CSV رو تونستید فایل CSV فنو رو تونست همتون لود کنید دیگه، چون که باید این قسمت setWD رو درست ست میکردید دیگه. به این مشکل که بر نخوردید دیگه امیدوارم. خب از اونجایی که ما الان توی ورکینگ دایرکتوری هستیم میتونیم خیلی راحت فایل مختلف رو بخونیم. فایل مختلف با خصوصیت ها، ویژگی ها، فرمت های مختلف. خب یکی از این فایل ها که خوندیم که الان اجرا کردیم فایل فنوتیپیکمون بودش که برای اون دیتای ABID و فرمتش CSV بود و ما با دستور read.csv خوندیم. خب حالا یه فرمت دیگه ای که دیتا میتونه داشته باشه، دسکتاپ من رو هم دارید. خب یه فرمت دیگه ای که دیتا میتونه داشته باشه، فکر کن یه فایل تکست ساده که محتویاتش یه سری عدد، مثلا میبینید یه سری عدد به همین سادگی و سطر به سطر جدا شده. حالا مثلا اینا چیه؟ حالا فکر کنید که باز دوباره من هنوز دارم راجع به یه سری سمپل حرف میزنم، بعدش میریم سراغ تخمین پارامتر پاپولیشن از روی سمپل. اینا الان مثلا فرض کنید که IQ یه کلاس درسه، بچه‌ها دانشجوهای دانش آموزای یه کلاس درس. خب اینجوری ردیف شده. یکی دیگه داریم لول. فکر کنید که IQ مثلا یه مقطع یه چیزه، چون مثلا کلاس چندم، دهمه، 12، یعنی یک کلاس، حالا یک لول، تعدادشون بیشتره دیگه عددها. IQ تمام دانشجو و دانش آموزای یه مدرسه. خب اینا همشون فایل تکستی هستن و فرمت اینجوریه که هر سطر یک عدد داره. اگه فایل اینجوری داشته باشیم ما میتونیم با دستور read lines
رید CSV داشتیم، اینجا رید لاینز و Lش هم باید بزرگ باشه، S هم باید داشته باشه چون یه رید لاین هم داریم. با این میتونیم در واقع اینا رو فراخوانی کنیم و حالا بریزیم یه دونه وریبل، یه آبجکت جدید. خب پس من اینو فراخوانی میکنم، میریزم توی IQ کلاس، لول رو میریزم تو IQ لول، IQ اسکول رو میریزم تو IQ اندرلاین اسکول. اگه مثلا این 3 تا خط رو من ران کنم میبینید، چون ما الان مثلا IQ کلاس میبینید همون عدد هست، یعنی اینا رو ایمپورت کردیم داخل آر. یه تعداد عدده، اینم یه تعداد عدد. خب من میخوام بیام این عددا رو مثلا برای IQ کلاس، میخوام این IQ اون کلاسمون رو بیام هیستوگرامش رو بکشم. خط 76 رو ران کنید و یک اروری میده و من بگید که مشکل چیه. یه دونه اون آندرلاینش اضافه است فکر کنم، یعنی اون جایی که IQ کلاس رو معرفی کردیم بهش بین IQ کلاس چیزی نیست. بعد ارور چی میگه؟ ارور قرمزی اون پایینه چی میگه؟ کلاسش رو آها باید عددی باشه. کلاس کاراکتره. دقیقا این الان کرکتره و خب کرکتر یعنی یه سری کلمه رو که نمیتونه هیستوگرام بکشه. خب پس و از وقت مثلا به این چیزا برمیخوریم، کاری که میتونیم بکنیم خیلی ساده است. این کرکترها چون توش محتوی عدد داره، کافیه ما با دستور as.numeric تبدیلشون کنیم به چی؟ یه سری عدد. یعنی مثلا ببینید این اگه من این IQ کلاس رو اجرا کنم یه بار دیگه، ببینید این هست. ولی اگه من IQ کلاس رو داخل فانکشن از نومریک بذارم، حالا میبینید اون کوتیشن ها رو برداشت و الان واقعا عدد شد، همون هست. خب پس با این حرکت من این کار رو از نومریکش میکنم، حالا 2 مرتبه میرزم توی، یعنی خودش رو از نومریک میکنم میرزم تو خودش، یعنی انگار دارم آپدیتش میکنم. پس این 3 تا خط در واقع یک آپدیت با چنج کردن کلاس. خب این است. خب ما گفتیم که وقتی هیستوگرام میخوایم بکشیم میتونیم اون بریکس ها رو تعریف کنیم، مثلا بگیم از چند تا چند. خب یه راهش اینه که خب باید یه تعداد عدد باشه دیگه. این بریکس ها من مثلا باید بشه 10 15 20 اینجوری تا این خودش بیاد این مستطیلا رو درون اینا بسازه. این بریکس ها منظورمه. خب اگه که ما بگیم یه دستوری داریم به نام سیکونس که میگه آقا مثلا از 40 شروع کن تا 160 10 تا یه فانکشنه. یعنی 40 شروع کن اینجوری، یعنی یه تعداد عدد به ما میده، این عددهای پشت سر هم با فاصله مشخص. از 40 شروع میکنه 10 تا میره جلو تا 160. خب ما میتونیم بیایم با C این عددا رو وارد کنیم و جلوی این تو بریکس بذاریم و این خودش بیاد این بریک هایی که اینجا هستن تیکه تیکه ها رو از روی اینا بسازه. میتونیم بهش این رو بدیم سیکونس 40 تا. این خودش میفهمه که این خروجی این چیه و بریک رو با اون ست میکنه. خب من سه تا هیستوگرام میکشم با بریک های مساوی، بریک های مشخص یکسان. یه دونه هیستوگرام برای کلاس، یه دونه برای لول، یه دونه برای اسکول. خب اگه اینو بکشم اینجوری میشه، لول بکشم این شکلی میشه و اسکول بکشم این شکلی میشه. خب من یه بار دیگه با این علامته بیام یکی ببینیم. این کلاسه، این لوله و این اسکوله. اینا IQ این بچه هاست. میتونید به من بگید که از کلاس تا لول تا اسکول چه اتفاقی داره توی هیستوگرام میفته؟
هر چقدر که نمونهمون کوچیک‌تره، وقتی که کلاس هستش کمتر شبیه اون جامعه اصلیمون هست، ولی هر چقدر که میریم به سمت لول و اسکول هی داره به سمت نرمالتر میشه. یعنی هر چقدر نمونه بیشتر باشه به جامعه شبیه تر تعداد افراد. دقیقاً چون تعداد دانش آموزا بیشتر میشه، سمپل سایزمون بیشتر میشه، این تابع داره هی نرمال تر میشه. پس اهمیت سمپل سایز تو اینه. شما برای اینکه یه چیزی اگه ما دنبال این هستیم که سمپل ما بتونه یک تخمین خوبی از جامعه ما به اون بده، بهتره که سمپل سایزامون بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشه. خب کردن دارید میبینید. پس اگه ما خواهیم IQ رو حداقل تو اینستاگرامش اینجوریه و طبیعتا روی میانگین و استاندارد دیوییشنش بهتر. پس میبینید که اون سمپلی که از کل مدرسه گرفته شده چون سمپل سایز بیشتره، ما در واقع تابع توزیعمون خیلی نرمال بیشتر شبیه نرماله. خب بیایم اینجا و شروع کنم بهتون یه سری چیزا با توضیح بدم. خب این دقیقا همین اتفاق که اونجا افتاد رو داریم میبینیم. خب قبلش من یه چیزی بهتون بگم بچه‌ها. اگه که یه وقتی خواستید کتابی بخونید که هم آمار رو یاد بگیرید مفاهیمش رو، هم آمار رو یاد بگیرید مفاهیمش رو و هم یه مقدار کد زدن و اینو یاد بگیرید، من بهتون این کتاب ایشون رو، دانیل ناوارو رو پیشنهاد میکنم که PDF هست، اصلا خودش آنلاین گذاشته و استاتیستیک رو با آر شما میتونید مفاهیم مختلف رو میتونید توش دنبال کنید و یاد بگیرید. و من یه جاهایی که شروع میکنم راجع به آمار حرف میزنم از محتویات این کتاب استفاده میکنم. خب بذارید اصلا لینکش هم براتون شیر کنم اینجا. خب این کپی رایتش هم باید شد. خب این نمودارا داره همینو میگه که آقا فکر کنید ما میدونیم که پاپولیشنمون خب یه همچین تابع توزیع برای IQ داره، همون چیزی که از اول داریم راجبش صحبت میکنیم. حالا سمپلمون اومده گفته من از 100 تا آدم اومدم سمپل IQ گرفتم، تابع توزیعش اینجوری شده. وقتی از 10,000 تا گرفتم اینجوری شده. شما میبینید مثلا 10,000 تا که داره میشه، داره شبیه پاپولیشن میشه و داره همین رو راجبش حرف میزنه که ببینید هر چیز سمپل سایزمون بیشتر باشه ما به سمت پاپولیشن نزدیکتر میشه. خب حالا بریم یه مقدار جلوتر. ببینید اینجا من میخوام بیام و راجع به استاندارد ارور صحبت کنم که چی هست و به خاطر همین یه سری چیزا رو راجع به سمپل ها، تعداد سمپل زیاد، چیزای اینجوری صحبت میکنم. ولی واقعیت اینه که ما این که من الان میخوام راجع به سمپل های زیاد صحبت کنم، خیلی نکته ازش دقت کنید، به خاطر این هستش که مفهوم استاندارد ارور جا بیفته. ولی اپروچی که ما اتخاذ میکنیم اینه که ما یک سمپل داریم و از اون سمپله میایم استفاده میکنیم و تخمین میزنیم پارامترهای جامعه. خب حالا بریم سراغ این که با این روی کردی که بهتون گفتم که تعداد سمپل زیاد میتونیم داشته معرفی کنم. خب ببین ما یه پاپولیشن داریم. اگر که بتونیم به شکل‌های مختلف مثلا با رندوم سامپلینگ تعدادی سامپل انتخاب کنیم، مثلا اینجا 3 تا سامپل انتخاب کردیم. خب
و فکر کنید که اصلا بعد بیایم میانگین بچه ها صدای من دارید؟ من حس کردم که وای فای هم قطع شد. یه لحظه قطع شد صداتون. آخرین چیزی گفتم که بود 1 دقیقه بود 2 دقیقه بود 1 دقیقه. با رندوم سامپلینگ بیایم 3 تا نمونه رو انتخاب آها کنیم. پس آره حالا فکر کنید که ما با رندوم سامپلینگ یک شیوه سامپلینگ هست 3 تا نمونه میگیریم. خب بعد حالا این 3 تا نمونه این آیکیو دارن هر کدومشون دیگه، این 4 تا. من بیام میانگین اینو بگیرم، میانگین آیکیو این سامپل، میانگین آیکیو این سامپل، میانگین آیکیو این سامپل و میانگین آیکیو سامپل های مختلف. خب و توزیع این میانگین ها رو بکشم. اینا نیستش که دارم میگم. خب توزیع این میانگینه رو بکشم. پس فهمید چی شد؟ من یه تعداد سامپل میگیرم، میانگین اون سامپل ها رو میگیرم و توزیع میانگین هاشو میکشم. توزیع میانگین ها. خب این میگه که این توزیع آخری که راجبش حرف زدم میانگینه، توزیع میانگین ها. خب توزیع میانگین ها یک میانگینی دارد که این میانگینه میل میکنه به سمت چی؟ میانگین پاپولیشن. ببینید مثلا چرا توی ABID اومدن و توی سایت های مختلف کشورهای مختلف سامپل گرفتن؟ چون که قراره وقتی که همه اینها رو هم میریزن، میانگین یه جایی و یه جای دیگه یه جای دیگه، اینا رو هم میریزن، اون اثر اصلیه رو بده و میانگین این میانگین ها به سمت میانگین جامعه نزدیک باشه. خب حالا فکر کنید که اینجا من مثلا سامپل سایزم، من یه تعداد سامپل داشتم 1 2 3، سامپل سایزم اینجا 4. خب فکر کنید سامپل سایزم 1 بود که خود بی‌معنیه، ولی فکر کنید که 1 بود. خب من میانگینی که از اون 1 حساب میکنم که میانگینش میشه خودش دیگه یه همچین تاب توزیع داشتم برای آیکیو ها. خب حالا فرض کنید که 2، یعنی من 2 تا از اینا رو دارم نه 4 تا. خب بعد میانگین این 2 تا رو میگیرم، میانگین این 2 تا رو، میانگین این 2 تا و هیستوگرام این میانگین ها رو. این هیستوگرام میانگین ها این شکلی میشه. خب حالا فکر کنید که اینا 10 تاست. من 10 تای اینا رو میانگینش رو 10 تا اینم میانگین، 10 تا اینم میانگین و ادامه ماجرا، و حالا این میانگین ها رو هیستوگرامش رو بکشم این شکلی میشه. خب اتفاقی که میفته میانگین ها، ببخشید، توزیع این میانگین ها یه میانگینی دارد، یعنی این، خب که برابر هستش با پاپولیشنم تو همشون، هیچ فرقی نمیکنه. ولی وقتی که سامپل سایز زیاد میشه واریانس کم میشه، یعنی تخمین میانگین پاپولیشن با دقت تر میشه. میبینید این استاندارد دیوییشن پراکندگی کم میشه، ولی اینجا میبینید پراکندگی زیاده. صداتون قطع شد. سامپل سایز هست توی تخمین پارامتر جامعه. اینو چه صدا هست؟ برای من قطع شد میشه. بله الان هستش دیگه. از بعد از اینکه توضیح دادیم نمودار آخر رو قطع شد. خب ببینید این نشون میده که هر چقدر که سامپل سایزمون، یعنی این سامپل سایز تعداد بیشتر باشه،
تخمینی که این تفاوتی که توی واریانس این تابع توزیع داریم، تخمینی که بخوایم بزنیم دقیق تره. وقتی که ببینید همه چی باریک میشه یعنی اینکه اون تخمینه دقیق تره. اینجا دیگه صدامو داشتید دیگه. بله. خب به این در واقع من دارم براتون سنترال لیمیت تئورم رو دارم توضیح میدم که خیلی مهمه توی آمار توی کارهای آماری. پس 3 تا گزاره مهم میتونه وجود داشته باشه تو این چیزایی که داشتم میگفتم. میانگین این سامپلینگ دیستریبیوشن ها، یعنی اینکه سامپل های مختلف اینجور حرفا رو برداشتیم و بردیم، میانگینشون برابره یا شبیه میانگین پاپولیشنه. وقتی من میگم میانگینشون یعنی میانگین این تابع توزیعایی که بنفش رنگه، آبی رنگه، اینا برابر هستش با میانگین پاپولیشن که این خط مشکی است. خب اولین گزاره‌ای که وجود داره اینه. هر چقدر که گزاره بعدی اینه که اگر که ما، حالا من برعکسش میگم که سامپل سایز دیستریبیوشن رو هر چی که این دیستریبیوشنه، هر چی سامپل سایز ما بزرگتر باشه، استاندارد دیوییشن این دیستریبیوشنه کمتره و عدم قطعیتش کمتره، همچین چیزی. و یه چیز دیگه هم که هستش اینه که وقتی ما یک سری سامپل داریم و یه چیزی حساب میکنیم، این دیستریبیوشن ماهیتاً دیستریبیوشنش نرماله. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی اینا رو هم میریزید، این دیستریبیوشن این میانگین ها تابع توزیعش نرماله. فارغ از اینکه اون آیکیو تابع توزیعش نرمال بوده یا نبوده، ولی میانگین اینها خودش تابع توزیعش نرماله. خب من باز سعی میکنم که فقط مفاهیم بگم مرور کنم، سنگین نکنم داستانو. خب همونطور که بهتون گفتم سامپل سایز توی تخمین خیلی مهمه. توی تخمین پارامتر جامعه رو میاد و استاندارد ارف. صدام رو دارید؟ خیلی آنستیبل کانکشنتون نیست. مدام قطع و وصل. من بیام رو اینترنت گوشی. بچه‌ها صدای منو دارید؟ بله الان صداتون رو داریم. ببینید ما یک خطای استاندارد توی تخمین یه چیزی داریم. استاندارد ارور آف مین منظورش خطایی هستش توی تخمین زدن میانگین جامعه. استاندارد ارور آف مین. خب این میگه که یه همچین فرمولی داره، میگه اگه ما واریانس جامعه رو بدونیم تقسیم بر تعداد سامپل سایزی که داریم چیز میکنیم، حساب میکنیم، این سامپل سایزی که داریم توی اون سامپل هم. خب و ما میدونیم که هر چقدر این تعداد کمتر بشه
تعداد هرچی بیشتر بشه این کسره کوچیکتر میشه و در واقع ارورمون کوچیکتر میشه. و هر چقدر این مقدار، یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجا هر چقدر این کم باشه، یعنی مثلا این مقدار میتونه بزرگتر باشه و استاندارد ارور آف مینمون، استاندارد یعنی ارور توی تخمین میانگینمون بزرگتر میشه. خب یه چیزی هم که یه نکته کوچیک بگم، این تو فرمول اصلی واریانس جامعه است، ولی ما بعضی وقتا اصلا راجع به جامعه هیچ اطلاعی نداریم، نمیدونیم میانگینش چیه، نمیدونیم واریانسش چیه. اونجا میایم و از واریانس سمپلمون استفاده میکنیم. ببینید پس داستان از این قراره که ما یه چیزی رو میخوایم بررسی کنیم. مثلا فکر کنید که ما اصلا نمیدونیم که IQ اوتیستیکا چجوریه، هیچ کس هم به اون نگفت. خب میایم و تخمین میزنیم IQ اوتیستیک ها رو از روی مثلا 10 تا سمپلی که داریم، از روی یک سمپلی که داریم. خب یه سمپل داریم، IQ-شون حساب میکنیم، تخمین میزنیم، میگیم آقا ببین IQ اوتیستیک ها میتواند این شکلی باشد. تخمین که میزنیم یک اروری هم بهش میدیم، یعنی میگیم این میانگینش میتونه اینجوری باشه با انقدر خطا. و این اروره بسته به این هستش که ما تعداد سمپل سایز اون چقدره. مثلا برای این چیزی که ما داشتیم بررسی میکردیم 58 تاست، 58 تا بهتر. اگه تعداد مثلا 10 تا بود، خب اون تخمینه خیلی چرت و پرتر دیگه و ارورش بیشتر بود. خب من فقط یه چند تا چیز رو مرور میکنم و نشانه‌هاش هم میگم که هم تو کتاب همین که مثلا تو جلسات بعد داریم صحبت میکنیم متوجه بشید که هر کدوم از اینا چی هستش. ببینید ما در مورد میانگین بله. اون سیگما انحراف استاندارده یا واریانسه؟ واریانس. من همیشه این دوتا رو با هم قاطی میکنم که اصلا تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون میتونم بهت بگم که واریانس توان 2 استاندارد دیوییشن. خب و جفت اینا نشون دهنده اینه که دیتا ما چقدر پخش و پلاس، چقدر پراکنده است، چقدر تنوع داره. خوبی استاندارد دیوییشن اینه چون یک رادیکال میگیریم اسکیلش از اسکیل میانگینه. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی ما میگیم IQ، خب IQ آدم 10 ببخشید 100 پاپولیشن هم 100 و استاندارد دیوییشن هم 15، شما میفهمید که مثلا 15 تا بالاتر 15 تا پایین تر. ولی در راجع به واریانس اینجوری نیستش، نمیتونید اینجوری استدلال کنید روش. بخاطر همین میگم مقیاس استاندارد دیوییشن با مقیاس میانگین یکیه و سیگما میشه استاندارد دیوییشن، سیگما 2 میشه مثلا واریانس. بله ممنون. خب ببینید در مورد میانگین ما یک میانگین جامعه رو داریم راجع به یه چیزی که میخوایم صحبت کنیم، مثلا هر چیزی که با میو مشخص میشه. یک میانگین سمپل داریم، یه سمپلی برداشتیم انتخاب کردیم، مثلا 58 تا سابجکت اوتیستیکمون میانگین مثلا حالا IQ یا هر چیزشون که با X بار یه دونه علامت بالاش هستش مشخص میشه و ما قرار از روی X بار و چیزهای دیگه مثل استاندارد ارور و اینا بیایم و میانگین پاپولیشن رو تخمین بزنیم که اونجا اینجوری میشه، یعنی میشه یه دونه میو بالاش یه دونه این علامت های حد هستش، حد نمیشه میشه. خب حالا در مورد واریانس هم همینه. یک واریانس یک استاندارد دیوییشن، استاندارد دیوییشن هم همینه. استاندارد دیوییشن جامعه است که مثلا راجع به IQ گفتیم استاندارد دیوییشنش 15. خب
یک استاندارد دیوییشن با اس کوچیک نشونه میشه. استاندارد دیوییشن سمپل اون هست. یکی هم تخمین استاندارد دیوییشن جامعه است. خب من یه بار دیگه مرور میکنم. ببینید توی کاری که توی ساینس انجام میدیم روی کارهای رفتاری، من بیولوژی هر چیزی، ما یک سمپل داریم. سمپلمون مثلا 10 تا موشه، 10 تا آدمه، 20 تا آدمه، 40 تا بیماره. خب و ما نمیتونیم بریم همه بیمارا رو نگاه کنیم. خب میایم یه چیزی رو اندازه میگیریم راجع بهش، راجع به اون سمپله، و از اون استفاده میکنیم و جمعیت رو، مثلا راجع به 200 تا بیمار پارکینسون داریم، یه چیزی اندازه میگیریم. بعد میگیم که آقا ببین ما تخمین میزنیم که کلاً این داستان در مورد پارکینسونیا چجوری برقرار باشد. خب مثلا راجع به چیز با یک اروری که اون میشه استاندارد ارورمون وقتی راجع به مین حرف میزنیم. اوکی. خب این هم فرمول تخمین چیه؟ اون میانگین جامعهمون هستش. مثلا میگه که من میام میانگین سمپل رو حساب میکنم، استاندارد ارور آف مینم حساب کردم بر اساس اینکه واریانس هم چقدره، بر اساس هم تو اون فرمول قبلیه بودش. تو این فرموله من اگه استاندارد واریانس سمپل هم بدونم، تعداد سمپل سایز هم بدونم، خب میتونم SEM رو حساب کنم. اینم که دارم ضرب در 10⁻96 میکنم، حالا به علاوه یا منهای اون مقدار میانگین سمپلم، و میتونم بازه تعیین کنم برای پاپولیشن جامعه، میانگین پاپولیشن جامعه. یعنی مثلا میام میگم که ببین مثلا فکر کنید من یک الان میریم توی مثال بهتون میگم قشنگ. فکر کنید من اصلا نمیدونم IQ جامعه چجوریه. 100 نفر رو برمیدارم، میانگینش رو حساب میکنم، استاندارد دیوییشنش رو حساب میکنم، بعد سمپل سایزم هم دارم، از روش اینا پس حساب میکنم. بعد میام بهتون میگم که ببین تخمین من اینه، ببین میگن کانفیدنس اینتروال، تخمین من این هست که جامعه مثلا IQش 99 اصلا 95 با کانفیدنس اینتروال هم نشون دهنده این که مثلا من با چقدر دارم تخمین میزنم. کانفیدنس اینتروال هم مثلا به من نشون میده که از 90 تا 100 با یه بازه‌ای بهم نشون میده. یعنی میگه که با این تخمین من با 95% احتمال تو این بازه قرار داده. این باز هم من قطعی نمیتونم اینو بگم. بریم حالا بهتون روی نمودارا روی چیزا بهتون نشون بدم، شکل و اینا نشون بدم. خب ببین بازم بهتون میگم شاید خیلی از کسایی که دارن استاندارد ارور رو استفاده میکنن هیچ وقت نمیدونن مفهومش چیه. یعنی اینا یه چیزایی هستش که باید هی فکر کنید تا براتون جا بیافته اگه که بهش علاقه من باشید. خب من 3 تا لایبرری رو میخوام که شما باید یکی یکی اینا رو نصبشون کنید، چون وقتی لودشون میکنید ارور میده. برای نصب کردن اینها میایید توی قسمت پکیج، اینستال رو میزنید و اسمش رو اینجا مینویسید SCI پلات مثلا میزنید، بعد اینستال رو میزنید، نصب میشه. بعد میرید با زور بعدی مثلا جی پلات و با زور اینستالش میکنید و میایید LSR و با زور اینستالش میکنید. این 3 تا پکیج رو نصب کنید و هر وقت نصب شد به من بگید.
ببخشید من الان میدونم مولتی پلات احتمالا نصب شده چون تو پکیجام هست جی جی پلات ولی نیست، برام جی ارور داره. پلات. بله متوجه میشم. آره جی پلات. خب بعد مشکل چیه؟ کدوم رو نصب کرده؟ سایکلات نصب شد. جی پلات رو میگه که نیمش رو نمیتونه انگار این اسم رو پیدا کنه توی ولی به نظر میاد نصب شده چون اینجا هست توی پکیجا و اگه تیکش هم نصب شده، زدم حالا. آره نصب شده باشه اصلا شما بزنید ران میشه اینجوری لایبرری فلان. جی پلات، حالا شاید یه چیزی اینجا توضیحات بنویسه اینجوری و LSR میزنید، یعنی کل چیزی که بهتون میده این ستاست. خب بچه ها نصب کردید و لود شد بدون ارور. خب بریم پس داشته باشیم. خب پس این سه تا پکیج رو نصب کردید. حالا ببینید برای این چیزی که من بار پلات و کانفیدنس اینتروالی که من میخوام بکشم، میتونیم از پکیج های مختلف، میتونیم از شیوه های مختلف استفاده کنیم، ولی چون این سر بود من اینو آوردم که دیگه حالا زیاد پیچیده نکنیم داستان. خب این سه تا پکیج رو لازم داریم برای اینکه این دستور رو اجرا کنیم و خط 90 الان لود شد همه چی، پکیجم نصبه. خط 91 که من میام اجرا میکنم به من یه چیزی میده و من حالا بهتون میگم چی هست. انوان یو نداریم، USM اینو باید بکنید USM بچه. خب بذارید یه خطی من یادم رفته اضافه بکنم برای اینکه بهتر بفهمیم. این خط 68 رو کپی کنید بیارید و بیارید و اینجا در واقع بذارید. خط 68 رو کپی کنید بیارید پایین بذارید و سایت رو بکنید NYU و گروپ هم بکنید 1. یه چیزی میخوام بکشم در مورد جنسیت و توی USM چون یه جنسیته خب مفهومش درست چیز نمیشه، بیان نمیشه. خب کپی پیست کردید، آوردید، اصلاح کردید. الان این میشه سابست فنوتاپیکال دیتای اوتیستیک ها وقتی که سایتمون NYU هست و این استارت انجام بدید و وقتی شما این رام میکنید این میشه سابست اونایی که تو NYU هستن. انجام دادید. خب من اینو رانش کنم. اینم که میذارم NYU، اینو بذارید همون NYU باشه. حالا خط 93 رو رام میکنم این دفعه این شکلی میشه. خب این داره چی نشون میده به من؟
این داره راجع به IQ حرف میزنه، خب، و داره میگه که آقا IQ توی جنسیت‌های مختلف که یک مردها بودن 2 زنها بودن، برای این سمپل من چه شکلیه، میانگینش چجوریه، یعنی این ارتفاعه میگه میانگین IQ که چند هست. خب اینم که 1 یعنی مرد، اینم که 2 یعنی زن، درسته؟ میانگین IQ برای مردم برای زنم. و این چیه؟ این کانفیدنس اینتروال هم هست برای مردها، کانفیدنس اینتروال هم هستش برای زنها. یعنی چی؟ یعنی میگه که آقا من این سمپل منه برای جنسیت های مختلف، IQ شو بهت میگم چقدره. علاوه بر این میام بهت میگم که از روی این IQ که من به دست آوردم با چه تخمینی میتونی راجع به جامعه حرف بزنی. خب و هر چقدر این بزرگتر باشه یعنی اینکه اون تخمین دقیق نیست. مثلا این منظورش اینه که آقا IQ تو مردها انقدره، تو مردای اوتیستیک، و حرفم دقیق تره، این شک زیاد نکن. ولی این منظورش تو این کانفیدنس اینتروال زیاده، میگه آقا IQ تو زنهای اوتیستیک انقدره، ولی خیلی حرفم قطعی نیست، قطعیتش خیلی کمه نسبت به این. الان متوجه شدید کانفیدنس اینتروال چی میخواد بگه؟ بخش کانفیدنس اینتروال تا اون فاصله بین اون خط بالا و پایینه دیگه. منظور اینه. یعنی ما تخمین میزنیم، بعد با کانفیدنس اینتروال میگیم چقدر این تخمینمون دقیق هستش. خب حالا بیایم ببینیم که این فانکشنه چجوری کار میکرد. این فانکشنه یه چیزی داره به نام x.factor. خب که اینجا شما باید اسم اون ستونی رو بذارید که قرار جداگونه اینجاها مثلا چیز بشه، اثرش رو ببینید. من ستون 6 رو گذاشتم اینو. خب یعنی قراره براش بار پلات های جداگونه ببینیم. یه چیز دیگه داره به نام ریسپانس که قراره بره توی اون، یعنی بر اساس اون میانگین و کانفیدنس اینتروال رو حساب کنه که من گذاشتم FIQ، ستون FIQ. میبینید؟ و یه چیزی هم داره به نام دیتا. این قسمت از اول نیست، صداتون قطع شده بود. البته نمیدونم واسه دوستان هم قطع شده بود یا نه. این قسمتی که دارم این تابر توضیح میدم، بله همین قسمتی الان داشتین توضیح میدادید قطع و وصل میشد، زیاد واضح نبود صداتون. خب ببینید من به این خواهش میکنم، به این تابعه باید یه سری ورودی بدم تا بفهمی که چی میخواد بکشه دیگه. خب یکی از ورودی هم اینه که بهش بگم که x فاکتور هم چیه، یعنی xی که اینجا این لیبل x اینجا قرار میگیره چی باید باشه. وقتی من میگم بهش 6 میاد توی دیتای من. ببین حالا اصلا شما میتونید اول اینو بذارید، فرق نمیکنه. میگی دیتام چیه؟ دیتام فنو AST NYU، یعنی ترتیب اینا، این که این اول باشه این دوم باشه فرق نمیکنه. میگی که آقا از توی فنو AST NYU که این هست براش تعریف میکنی، میگی x فاکتورم، یعنی اون چیزی که قراره قسمت x باشه 6 باشه، ستون 6 باشه، منظور اون اینه. ببینید ستون 6 باشه که ستون 6 1 داره و 2 داره، به ازای 1 میکشه به ازای 2 میکشه. ریسپانس هم در واقع همون مقداری، اون متغیری هست که قراره برای من شروع کنه میانگینش حساب کنه، استاندارد ارور حساب کنه، بعد نمیم کانفیدنس اینتروال حساب کنه، اینجور چیزا. خب ریسپانس هم FIQ باشه، این ستونه.
خب بعد این خروجی به من میده، یعنی به ازای ایکس فاکتورهای مختلف تو دل هر کدوم از این ایکس فاکتورها اون ریسپانس من که FIQ هست میانگین رو حساب میکنه که این خطه یعنی میانگین، و کانفیدنس اینتروال هم حساب میکنه. حالا من میتونم بفهمم که چه شکلی داریم تخمین میزنیم جامعه رو از روی این. خب خط 95 دارم بهتون میگم که ببینید ما میتونیم مثلا رنگا رو عوض کنیم، میتونیم تایتل بذاریم. مثلا من میتونم رنگ و کالر رو بذارم مثلا یه چیز تنها، میتونم یه بردار از رنگ ها بذارم و این خودش میفهمه که اولی رو چه رنگی کنه دومی میشه. من مثلا میتونستم اینجا فقط بنویسم پینک، جفتشو میکرد صورتی، ولی وقتی برداری از رنگ ها باشه میگه که اولی میکنم پینک دومی میکنم لایت بلو، چون میخوام مرد و زن تفکیک کنم مثلا. میبینی یه همچین چیزی. خب این نموداره مهمه که مثلا حالا مثل بقیه نمودارهایی که قبلا میکشیدیم بار پلات ها، ولی چیزی که این دفعه برامون مهمه اینه که ما این دفعه کانفیدنس اینتروال رو فهمیدیم، تخمین جامعه رو فهمیدیم، پارامتر جامعه رو فهمیدیم و کانفیدنس اینتروال رو اضافه کردیم به بار پلات ها. و اینا نمودارهایی هستش که مثلا ما برای پابلیکیشن همون اینو میخوایم. خب اگه تا اینجا سوالی دارید به من بگید، اگه نه من بگم چی هستش. به یک ایروری برخوردم براتون تو چت فرستادم. فکر کنم ایکس لیمیت و وای لیمیت و اینها رو چون نداره میگه نمیتونه بکشه. احتمالاً الان شاید اون چیزتون دیتاتون مطمئنید مثلا فنو ASD NYU رو ران کردید، میدونید محتویاتش چیه؟ بچه زمانم داره تموم میشه. بله ران کردم. اگه باز اجازه دوباره بدید، میخوایم اگه اجازه تایم بدید نیست آره اینا رو بگم، بعد ویدیو رو که ضبطش رو قطع کردیم بعد خواستید با هم دیگه بیشتر بررسیش کنیم. خب اگر راجع به این سوال ندارید بچه‌ها من برم سراغ اسایمنت ها و توضیحاتش. ببخشید این دوتا نمودار اولی یک میل بود دومی فیمیل بود، این رنگش رو عوض کنیم بهتر نیست؟ آبی و صورتش دیگه اینا با خودتون دیگه. خب تعداد رو کم میشه همینجوری. خب من فقط بهتون اسایمنت ها رو توضیح بدم. برای تمرین 2 من ازتون بار پلات میخوام. خب همین بار پلات رو، این بار پلاتی بودش که فقط برای کسایی بود که اوتیستیک بودن، برای سایت NYU بود. من همین رو از شما میخوام برای تک تک سایت ها، نمیدونم 10 تا سایت بکنم داریم، برای تک تک سایت ها، یعنی یه فایل PDF میخوام که توی مثلا هر صفحش یه دونه اون سایت ها باشه، مثلا کلتک باشه، چون NYU باشه، چیزای مختلف، دانشگاه USM نمیدونم میشیگان باشه، چیزای مختلف. خب یکی این. یه تمرین دیگه ازتون میخوام که این دفعه برای من مهم نیستش که این ایکس فاکتورها جنسیت باشن. این دفعه من ازتون میخوام که این ایکس فاکتورها سایت باشن. یعنی مثلا اگه 10 تا سایت داریم 10 تا این میله ها داشته باشیم.
تریکش هم اینه که شما X فاکتورتون باید یه چیز دیگه ست کنید و اصلا کلا سابستتون هم باید یه جور دیگه انتخاب کنید. یعنی لازم نیست فنو AST NYU بذارید، کل فنا رو میگیرید. یه دفعه دیگه ازتون میخوام که توی تمرین 3 برای مهم نیستش که جنسیت چیه، توی تمرین 4 ازتون میخوام فقط اونایی که مرد هستن رو بیاید انجام بدید. یعنی یه راهنمایی میخوام بهتون میکنم، شما اون فنو رو اول یه سابست از فنو انتخاب میکنید که فقط مردن، بعد شروع میکنید میکشید و تو تمرین 3 و 4 تعداد میله هاتون به تعداد سایت ها هست. حالا اینکه دیگه مثلا چه شکلی رنگ و اینا بذارید دیگه با خودتونه. تمرین 3 یه فیگره توی یه صفحه PDF، 4 یه فیگره توی یه صفحه PDF، تمرین 2 به تعداد سایتاتون صفحه PDF هست. یعنی یه PDF که توش به ازای سایت های مختلف چند صفحه است. اینم از این. و اینکه یه چیزی هم بهتون بگم که توی تمرین 3 و 4 توی لیبلینگ محور X یه مشکلی برمیخوره که میخوام که بهش فکر کنید و هم بفهمید مشکل چیه و هی سرچ کنید که ببینید که این مشکل رو چه شکلی میشه برطرف کرد. تو گوگل سرچ کنید با چت جی پی تی و برای من یه توضیحی فارسی انگلیسی فرق نمیکنه بنویسید که مشکل چیه و چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید بابتش. خب اینم از این. نمیدونم تمرین دفعه قبل فکر نمیکنم زیاد سخت باشه، پس تمرین دفعه قبل رو تا جلسه بعد به من تحویل بدید، ایمیل کنید برام تو همون ایمیل استاتس 4 و تمرین این دفعه هم تا 2 جلسه بعد. اگه سوالی دارید من در خدمتم. اگه نه ویدیو رو قطع میکنیم و مشکل این خانم پریناز رو حل کنیم. خسته نباشید. دوستمون که ویدیو رو ران کردن به زحمت سیوم میکنم. خسته نباشید استاد. سلامت باشید. خسته نباشید. خیلی من خواهش میکنم. سلامت باشید. خب اگه ویدیو قطع بشه بریم سراغ. شما این رو وقتی اجرا